تو زندگی هر انسانی یه نکته پنهان هست. ویکتور فرانکل که خودش روانپزشکه همیشه از مراجعینش یک سوال عجیب میپرسه. ازشون میپرسه چرا دست به خودکشی نمیزنید؟ و جواب اونا دقیقاً همون چیزیه که برای روش درمانی خودش بهشون نیاز داره. سلام، من ترانه‌ام، به کانال یوتیوب من خوش اومدید. امروز 12مین روز جنگ ایران و اسرائیل. این دومین باریه که من دارم این ویدیو رو ضبط میکنم، چون دفعه اول خیلی بی انرژی شد و هرچی به خودم فکر کردم دیدم این محتوایی نیستش که اگر زنده بودم و اگر اینترنت وصل شد و اگر من تونستم بارگذاری بکنم مناسب مخاطبینم باشه. به خاطر همین دوباره روی خودم کار کردم و یه روز استراحت کردم و امروز اومدم دوباره ضبطش بکنم. از زمانی که این اتفاقات جنگ، اخبار و بمباران و تمام چیزهایی که مربوط به جنگ شروع شد و دوباره اختلافاتی که بین مردممون پیش اومد و تمام این چیزهای عجیب و غریبی که نمیخوام دونه دونه ازشون صحبت بکنم و فقط داشتم به یه چیزی فکر میکردم، این که چقدر بعد از این شوکه شدن و عجیب بودن شرایط این مسئله مهمه که ما تاب بیاریم، تحملمون در حدی باشه که بتونیم دوباره خودمون رو سرپا کنیم. امروز اومدم در مورد تاب‌آوری صحبت کنم. مهارتی که، توانمندی که کمک میکنه این روزا زنده بمونیم و بمونیم و دوباره خودمون رو سرپا نگه داریم. مسئله تاب‌آوری مسئله جدیدی نیست، یک مهارتیه که فقط تو زمان بحران خودشون نشون میده که ما متوجه میشیم تاب‌آوری رو داریم یا نداریم. و تنها کتابی که به ذهنم رسید بیام بهتون بگم و در موردش صحبت بکنم کتاب انسان در جستجوی معنا از دکتر ویکتور فرانکله. ویکتور فرانکل خودش یک روانپزشکه و این کتاب فوق‌العاده و عجیب تجربیات خودشه در اردوگاه کار اجباری آشویتز که بعد از جنگ جهانی خیلی ها مجبور بودن و در واقع تبعید شدن به اردوگاه کار اجباری که این روانپزشک و نویسنده هم یکی از همونها بود. خوششانس بود که زنده موند. از بین تمام اعضای خانواده‌اش فقط خودش و خواهرش زنده موندن، همسرش، پدرش، مادرش همشون از بین رفتن، چه در اردوگاه چه در جنگ، و فقط خودش زنده موند و حالا تجربیات خودش رو در این اردوگاه کار اجباری اومده تو بخش اول این کتاب گفته و بخش دوم این کتاب میاد یه مفهومی رو برای ما باز میکنه با عنوان لوگوتراپی یا جستجوی معنا در زندگی برای دوام آوردن، برای تاب‌آوری. اما ویکتور فرانکل که خودش روانپزشکه همیشه از مراجعینش یک سوال عجیب میپرسه. ازشون میپرسه چرا دست به خودکشی نمیزنید؟ و جواب اونا دقیقاً همون چیزیه که برای روش درمانی خودش بهشون نیاز داره. همون دلیلی که آدم‌ها رو زنده نگه میداره با وجود مشکلات متعددی که دارن، با وجود اتفاقات عجیب و بلایایی که از سر گذروندن. این کتاب همونطور که گفتم دو بخش اصلی داره. بخش اولی کتاب تجربیات ویکتور فرانکل در اردوگاه کار اجباری آشویتز که خیلی واقعا خوندنش سخته و به هر کسی توصیه نمی‌کنم. اگر روحیه خیلی حساسی داریم با احتیاط سمتش برین، سمت بخش اولش. و بخش دومش تخصصی تر و به مباحث روانشناسی و همون معنا پیدا کردن در زندگی میپردازه. منظورم از معنا چیه؟ معنا همون چیزیه که نگاهمون بهشه. وقتی داریم از یک مسیر سنگلاخ رد میشیم، نگاهمون به اون معناست که زخمی شدن پاهامون دیگه برامون مهم نیست و میخوایم که بریم تا برسیم بهش و انگیزه است واسه زندگیمون، واسه ادامه دادنمون. خیلی متفاوته با هدف. اینو نباید با هدف اشتباه بگیریم. شاید من هدفم این باشه که تحصیلات آکادمیکم رو به یک مرحله خوبی برسونم، با نمرات خوبی تموم بکنم درسمو، خونه بخرم، ماشین بخرم، به درآمد مناسب خودم برسم. اینا هدفن و هدفهای خوبی هم هستن، اما
معنا چیزیه که پیدا کردنش خیلی هم ساده نیست. جمله قشنگی نیچه داره که توی این کتاب هم خیلی ازش صحبت میشه و خیلی بهش ارجاع داده میشه و اون جمله اینه که هر کسی که چرایی زندگیشو پیدا کرده باشه با هر گونه چگونگی میتونه کنار بیاد. اردوگاه کار اجباری که دکتر فرانکل داخلش بوده جای عادی نبوده. علاوه بر این که غذاها فوق‌العاده کم، سوپ‌های رقیق با نون خیلی خیلی کم که سیرشون نمی‌کرده، لباسای نازکی داشتن که از اون سرمای سیبریگونه اصلاً نمیتونسته محافظتشون بکنه و خیلی‌ها به خاطر سرما جونشون از دست میدادن. یکی از عجیب‌ترین چیزایی که توی اردوگاه کار اجباری بوده کوره آدمسوزی بوده و این نویسنده توی همچین شرایطی تونسته دووم بیاره. خیلی جالبه. یه قسمت کتاب میگه که رنج من داشت تبدیل به دستمایه‌ای میشد برای پژوهش‌های آینده‌ام. تو اون فضا و تو اون محیط عجیب و غریب که هر کسی که مریض میشد به جای اینکه درمان بشه فرستاده میشد به کوره آدمسوزی، ویکتور فرانکل اومد از رنجش به عنوان نیروی محرکه استفاده کرد برای پژوهش‌هاش. البته که پیدا کردن این معنا اونقدرام ساده نیست. نمیتونیم یک معنایی رو برای خودمون انتخاب بکنیم و بگیم این شد معنای زندگی من و تا آخر عمر قراره همین معنا رو داشته باشم. در بخشی از کتاب هستش که خیلی قشنگ به این مسئله اشاره میکنه. میگه معنا هر لحظه ساخته میشه و ما گاهی مجبوریم که لحظه به لحظه، ثانیه به ثانیه معنا بیافرینیم برای خودمون. بعضی وقتا اونقدر زندگیمون عجیب و غریب میشه مثل این روزامون که ممکنه معنای زندگی من همین ضبط ویدیو باشه که واقعا هم همینطور بوده، یا معناهای کوچیک، مثلا من این کتاب رو تموم بکنم، یا سعی کنم امروز به یک موسیقی خوب گوش بدم، یا دوست دارم که برم قدم بزنم. هر کدوم از اینا میتونه یک معنا باشه، معنایی که ما رو دوباره وصل میکنه به این زندگی و کمکمون میکنه از پس این بحرانهای عجیب دوباره بتونیم سرمون رو بیاریم بالا و یه نفسی بکشیم. کتابی که من خوندم ترجمهش خوبه ولی یه ترجمه بهتر هم داره که براتون میذارم. خوندنش رو به همه توصیه میکنم، اگر البته روحیه حساسی ندارین بخش اولو بخونین، چون واقعا خوندنش اونقدرام ساده نیست، مخصوصا که میدونیم تمامش حقیقت داره و تجربیات خود نویسنده است. غیر از کتاب انسان در جستجوی معنا چند تا کتاب دیگه هم هستش که من دوست داشتم بهتون معرفی بکنم، ولی شاید خیلی مناسب دقیقاً همین روزها نباشه، اما هر کدومی که دوست داشتین معرفی کاملش رو براتون بذارم حتما بهم بگین که این کارو بکنم. یکی از کتابایی که خوندم و خیلی برام جالب بود، هم عنوانش، هم جلدش، هم مطلبش، کتاب گذران زمستان‌های زندگی از کاترین می. یک کتاب دلنشین و الهام بخشه که خوندنش خالی از لطف نیست. کتاب بعدی کتاب سیلی واقعیت از دکتر راس هریس. این کتاب خیلی تخصصی تره، روانشناسی تخصصیه و از معروف ترین کتاب های روش ACT که خب اگر بخوام توضیح بدم در موردش یه ویدیو کامل میطلبه، ولی اینم خیلی کتاب خوبیه. دیگه کتاب محبوب من تسلی بخشی های فلسفه که اینو فکر کنم توی ویدیو دیگه هم یک اشاره مختصری بهش کردم از آلن دوباتن. من گاهی به این سر میزنم، یعنی هر چند وقت میرم به بخش مختلفش سر میزنم و بازخوانی میکنم یک سری بخشاشو انقدر دوستش داشتم. و یک کتابی که خیلی خیلی ساده است و روونه و جمله های کوتاهی هم داره، کتاب تکه های از کل منسجم از پونه مقیمی. بهم بگین که دوست دارین کتاب های روانشناسی بهتون معرفی بکنم، کتاب هایی که خیلی تخصصی نیستن، کتاب هایی که خودم خوندم دوست داشتم و دانشم اضافه کردم، به خودشناسیم کمک کردن، یا بیشتر کتاب های داستانی دوست دارین بخونین، برام بنویسین کدومی که از این کتاب ها یا کتاب های روانشناسی دیگه به شما کمک کردن. ممنون که تا اینجا همراه هم